این حادثه یک نواری هم در شبکه‌ها الان دارد چرخ میزند که چند گروه های مسلح مجددا تهدید کردند حکومت تاجیکستان را به خاطر اون سیاست های ضد اسلامی هست. من فکر میکنم که باید یک کمی منتظر بود که این متعلق کدام گروه است، چون اون نشانه های پرچمی که اونا در پشت خود نگه می داشتن یک چیزی از ترکیب بین پرچم داعش و طالبان یا گروه های دیگری مثل انصارالله هست و این میتواند متعلق به کدام از اون گروه های قبلی باشد یا گروه های جدیدی هم هستند که میخواهند از خود درک بدهند یا حتی میتواند این کار دستی کدام سازمان های استخباراتی باشد. ما قبلا هم این گونه حادثه را داشتیم که مقامات تاجیکستان وقتی که در لحظه های لازمی میآیند چون این نوارهای را خودشان ساخته و از نام اینان گروه ها نشر میکنند تا اینکه به جامعه جهانی این پیام را بفرستند که در تاجیکستان فقط یک مشکلی است، مشکلی